داستان جزیره شیطان چیه؟ یه جزیره بوده با یه سری امکانات محدود. یه سری آدم اونجا زندگی میکردن، ولی بعد یه مدت اون آدما خیلی خسته میشن، میخوان که از اون جزیره برن. به خاطر حالا غذاهای تکراری و امکانات محدودی که داشته خیلی راضی نبودن. ولی هر بار که میومدن از جزیره برن با یه مشکل روبرو میشدن. هر بار که میخواستن برن سوار کشتیشون شن و برن، یه سری موجودای شیطانی به اینا حمله میکردن و اصلا اجازه این که اینا از اون جزیره بخوان برن رو نمیدادن. همشون جمع شدن، یه چند باری تست کردن که از این جزیره برن به هر شکلی شده، اما نتونستن. هر بار موجودای شیطانی به اینا حمله کردن. اینا هم وقتی که روبرو شدن با این موجودای شیطانی پناه بردن به همون جزیره، برگشتن جزیره و همونجا موندن. یه چند سالی داشتن زندگیشون رو ادامه میدادن تا اینکه یه روز یه جوونی تو اون جزیره دیگه خسته میشه، میگه هر چی میخواد بشه، من از این جزیره میرم، هر اتفاقی میخواد بیفته، من میرم، هر جوری شده. بقیه بهش میگن نه نکن، نمیدونی، تو نمیتونی، تو نبودی اون موقع که ما رفتیم، ندیدی چی شده بود، ما رفتیم تست کردیم، از ما بپرس، ما تجربهشو داشتیم، از ما بپرس، نمیشه، خودتو تو دردسر ننداز، بشین سر جات، این امنیتی هم که داری از دست میدی، اشتباه میکنی، نکن. ولی اون جوونه اصلا به این حرفا گوش نداد، گفت هر اتفاقی میخواد بیفته، من از این جزیره میخوام برم. میره که سوار کشتیشه، بره سوار کشتی میشه، همین که داشته دور میشده از جزیره، موجودای شیطانی رو میبینه که میان از کنار کشتیش رد میشن، حتی بهش نگاه هم نمیکنن. اون جزیره شیطانی یه جزیره‌ایه که خیلی از ماها الان توش داریم زندگی میکنیم. اون جزیره اسمش کامفورت زونه. حالا اصلا کامفورت زون چیه؟ کامفورت زون معنی کلمش میشه منطقه راحتی، منطقه امن، ولی یه امنیت کاذب دیگه. یه منطقه‌ایه که تو توش حداقلای نیازات هست، نمیمیری، ولی خب اونجوری خوب و خوشی هم که میخوای اصلا نمیتونی زندگی کنی. مثلا یه آدمی که یه جا استخدامه، یه درآمد ثابتی داره، با اون درآمده که کمم هست به سختی اجاره خونه‌شو میده و زندگیشو میگذرونه، زندگیش داره میگذره ولی به سختی، خوشحاله نه. اون توی کامفورت زونشه، اون کامفورت زونه برای اون آدم. البته فقط بحث کار نیست، کامفورت زون اصلا کلا میتونه یه شخص باشه برای تو. کامفورت زون میتونه نمیدونم یه افراد سمی دور برت باشن. کامفورت زون میتونه کلا ایران باشه که تو میخوای با مهاجرت ازش از کامفورت زونت بیای بیرون. کامفورت زون میتونه مثلا این باشه که تو زبان بلد نیستی، فکر میکنی بعد مهاجرت شاید کار پیدا نکنی. کامفورت زون میتونه هر چیزی باشه، هر چیزی میتونه باشه. خب حالا چرا همه گیر دادن که باید از کامفورت زون بیایم بیرون؟ به همه چیزایی که دوست داری فکر کن، همه هدف، آرزوی، خواسته است، نیاز، هر چی که هست، به همه اونا فکر کن. همه اونا بیرون کامفورت زونه. اگه آرزوی تو داخل کامفورت زونت بود که دیگه اسمش آرزو نبود، اسم اون کامفورت زون هم کامفورت زون نبود، بهشت بود. همه چیزایی که تو میخوای، همه هدفات بیرون کامفورت زونه، برای همین اسمش هدفه، اسمش آرزوه، اسمش یه برنامه ریزیه، اسمش یه هر چیزیه. برای اینکه باید یه کار متفاوت تری انجام بدی یا حداقل با شرایط فعلیت نمیشه. خب چجوری باید از کامفورت زون بیایم بیرون؟ بیرون اومدن از کامفورت زون بستگی داره که اون کامفورت زونتون به چی مربوطه و بسته به شرایطتون که چجوریه و بستگی به شخصیت اون آدم خیلی متفاوته. بعضی ها رو میبینیم
یه کامفورت زون مشابه و یه نفر توی 3 روز رد میکنه، یه نفر میبینی تو 10 سال، یه نفر میبینی که کلا تو همون کامفورت زون کل زندگیش میگذره، هیچ وقت نمیتونه اونو بیاد بیرون ازش. برای هر آدمی متفاوته، شرایط خیلی متفاوته، خیلی چیزا روی این تاثیر میذاره. اصلا هم مقایسه کردن کار درستی نیست، فقط باید نسبت به خودت بدونی که باید چی کار بکنی. چجوری باید بیایم بیرون از کامفورت زون؟ به محض اینکه تو تصمیم میگیری که از کامفورت زون، از اون منطقه امن بیای بیرون، همون لحظه وارد منطقه ترس میشی، فیر زون. هر بار که تو میخوای از کامفورت زونت بیای بیرون، یه سری ترس‌ها و نگرانی‌ها مثل همون شیاطین به تو حمله میکنه. اینجا تو کاری که باید بکنی اینه که بدونی تو بخوای نخوای باید از این مرحله فیر زون، منطقه ترس، رد بشی. یه بار برای همیشه ازش رد شو، برو، تموم شه. بعضیا میان این ترس‌ها رو میبینن دوباره برمیگردن تو جزیره، دوباره بعداً میان دوباره میبینن ترس‌ها رو، دوباره برمیگردن تو جزیره. تو با این کارت داری اون ترس‌ها رو تقویت میکنی، بهشون غذا میدی. هر بار که تو برمیگردی دوباره تو جزیره، اون ترس تقویت میشه، انگار بهش غذا دادی، قوی تر از دفعه بعد میشه که دوباره میخوای بیای. پس همون بار اول بدون آره این ترسه هست، نشونه بدی نیست، طبیعی هم هست، باید فقط من از این منطقه رد بشم. خب به ترسات توجه کن. تقریبا میتونم بگم 90% ترسایی که ماها داریم ترس از نتونستن، ته همشونه. ترساتو بنویس، به ریشهشون فکر کن. خیلی هاشون اصلا نیازی به اونجوری فکر کردن هم نداره، مشخصه. ترس از نتونستن ته همه ترسامون انگار هست. ترس از عدم اعتماد به توانایی خودمونه که توی تقریبا همه ما هست. وقتی میخوایم از یه منطقه امن بیایم بیرون، اون ترس میاد بالا، به ما حمله میکنه. وقتی تو ترس داری از عدم توانایی، حالا تو هر زمینه‌ای باید از مرحله بعدیش کمک بگیری. مرحله بعد چیه؟ learning zone، مرحله یادگیری. وقتی تو اینجا چنگ میندازی به مرحله بعد، میای میبینی آره تو یه ترسی داری، ترسم به نظر منطقیه، من میگم الان باشه یه کسب و کاری رو شروع میکنم، ولی من که اصلا نمیتونم بفروشم، من اصلا آدم فروش نیستم، اصلا تخصصی هم تو فروش ندارم، فقط میتونم کار خودم رو تولید کنم. این ترسه به نظر منطقیه، میگه تو نمیتونی بفروشی، باشه من میرم درباره فروش یاد میگیرم، خودم رو مشغول لرنینگ میکنم یا از یکی کمک میگیرم، این ترسه رو تاثیرش رو کم میکنن. خودتون رو مشغول لرنینگ بکنین، این لرنینگ معجزه میکنه. وقتی توی زمینه‌ای که احساس میکنی مثلا ضعف داری، خودتو مشغول لرنینگ میکنی، بعد یه مدت برمیگردی میبینی این من از این میترسیدم، چقدر مسخره است. کم نبوده اتفاقایی که الان اگه برگردی به گذشتت نگاه کنی یادت میاد حتما. یه اتفاقی که فکر میکردی این دیگه نمیشه، این تهشه، این اصلا امکان نداره، ولی الان یاد فکرای اون موقع میفتی خندت میگیره. این لرنینگه با ما این کارو میکنه. وقتی مشغول لرنینگ باشی، یهو به خودت میای میبینی هم اون کاری که خواستی و ترس داشتی و انجام دادی، هم با این لرنینگه رشد کردی، یهو خودتو تو این مرحله رشد میبینی، به یه سری چیزا که خواستی رسیدی. این مرحله برات اتفاق میفته. خب این مرحله که اتفاق میفته چیه؟ اینجا خوبی و خوشیه تا یه مدت، به چند تا چیزی که خواستی رسیدی، یه ذره خوشحالی، یه ذره حالت خوبه، یه ذره یه آخیشیه، ولی بعد یه مدت تقریبا کوتاه دوباره میبینی من دوباره که توی کامفورت زونم. کلا زندگی همینه، ما از یه کامفورت زون میایم بیرون، میریم توی کامفورت زون دیگه، انگار کلا یه دایره امن برای خودمون رسم میکنیم، یه قدم میریم جلو، دوباره یه دایره امن، یه منطقه راحت برای خودمون میسازیم، یه قدم میریم جلو. اینجوری تو زندگی میریم جلو، پیشرفت میکنیم، رشد میکنیم.
اگه تو یه بار کلا این پروسه کامفورت زون رو بشناسی، ازش بیای بیرون، دیگه بعدی‌ها رو هم راحت‌تر میتونی رد کنی. چون بخوای نخوای تو کامفورت زونی، الان بخوای نخوای از این بیای بیرون، میری وارد کامفورت زونای دیگه میشی. مسیرشو که یاد بگیری یه بار بیای بیرون، هم برات خیلی راحت‌تر میشه، هم خودتو از اون استرس و عذاب موندنه نجات میدی. من پارسال تقریبا یه همچین روزای نزدیک کریسمس بود، یه هدف برای خودم نوشتم که بیرون اومدن از یه کامفورت زون بود که تقریبا الان داره میشه یه سال، حالا یه هفته این ور اون ورتر اومدم بیرون از اون کامفورت زونه. برای من دقیقا میتونم بگم یه سال طول کشید، ولی من اصلا ناراحتم یا باید ناراحت باشم که یه سال طول کشید؟ نه. من پارسال که اون کامفورت زون رو نوشتم، تو اون دسته‌بندی فانتزیا نوشتم، جز چیزایی نوشتم که این که اصلا اتفاق نمیافته، این حالا اگه هم شد دوست دارم باشه. ولی تو همون یه سال کنار چیزای دیگه گوشه ذهنم بود، از همون لرنینگ کمک گرفتم، یه سری کارا رو کردم، دیدم الان نه، اصلا برای من اصلا کامفورت زون نیست، اگه بخوام میتونم راحت انجامش بدم. مرحله لرنینگ واقعا معجزه میکنه، واقعا. یه چیزی هم که خیلی 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 هم ناراحت کننده است، هم متاسفانه خیلی تاثیرگذاره، باید حواستون بهش باشه، اینه که شما کوچکترین تغییری میخواین بکنین، تمام اطرافیانتون که معمولا اطرافیای ما رو عزیزامون گرفتن دیگه، خانواده و دوست و اینا، غریبه که اصلا مهم نیست، تمام اطرافیانتون بهتون چی میگن؟ نه نکن، نمیدونی، تو نمیتونی، تو نبودی اون موقع که ما رفتیم، ندیدی چی شده بود، ما رفتیم تست کردیم، از ما بپرس، ما تجربهشو داشتیم، از ما بپرس، نمیشه، خودتو تو دردسر ننداز، بشین سر جات، این امنیتی هم که داری از دست میدی، اشتباه میکنی، نکن. نمیدونم، شاید توی ناخودآگاهشون میخوان از ما مواظبت کنن، میخوان ما با اون احساس ترس روبرو نشیم، میخوان ما اون احساس شکستی رو که خودشون کردن رو نکنیم. ولی همین که تو بدونی نباید اصلا به این حرفا توجه بکنی، اون ترسه یه چیز منطقی و گذراه، خودش نصف قضیه رو حل میکنه. به هیچ کس گوش نده، به حرف کسی اهمیت نده. 1000 بارم گفتن تو تجربه نداری، ما تجربه کردیم، تو میخوای تجربه خودتو بکنی، اهمیت نده. من یاسمنم، شغلم طراحی طلا جواهر، ولی همیشه فکر کردم، همیشه سعی کردم یه ذره متفاوت تر فکر کنم، همیشه دوست داشتم اون تفکر طراحی که توی شغلم باید باشه رو تو زندگی من بیارم، توی همه مسائل زندگیم سعی میکنم بیشتر فکر کنم به این پروسه، به اینکه چرا باید اینجوری باشه. توی مسائل روزمره‌م هم اون تفکر رو سعی میکنم خیلی ترکیب کنم. اینجا هم میخوام با شما درباره‌اش خیلی صحبت کنم، هم درباره اینجور مسائل که یه جورایی همه ما باش درگیریم، همین که دوست دارم یه سری از پروسه‌هایی از شغلمو که میدونم براتون جذابه بذارم، یه سری از کارامو بهتون نشون بدم. پس سابسکرایب کنید، لایک کنید که بعداً دوباره ببینمتون.